این امروز همراهی استاد عزیز و ارجمند سعیدجان دیوف و رانندن یک استاد عزیزمون و برادر گرامی قدرمون فضائل جان بویمرادوف با منطقه رشت ناحیه سنگبار از سبب موافقه فرمایشی محترم وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان این چنین موافقه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اومد با برنامه دولتی رشد مؤسسات فرهنگی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 2025 قرار داره تصدیق شده است. ما همراه دوستای عزیز سفر کردیم. ان شاء الله که سفرمون سفر بی خطر بود. سوخ سلامت به وطن، باز به وطن در وطن استیم که باز به پایتخت خود دوشنبه نازنین برگشته نسیما استاد دیوف این شبید گالنی این امروز الحمدلله که وقتی که ناحیه سنگور طویلدره سابق طویلدره سفر کردیم. این ان شاء الله الحمدلله. دوستان عزیز من همراهی برادر عزیزمون دلشاد جان و فضائل به سوی ناحیه سنگبار را که روان هستیم و امروز ما حالا در نزدیکی چیلدره حضور داریم. من به شما چی نشان میدم کسی اگر فهمد زور نفهمد بزید. من این جیرانی ما ماشین ما شکمدر شده است. خطا گرفتن میری من نمیخیر شب ماشین ما میبرویم. یعنی که راننده بسیار راننده خوب بوده زده کارت را شکاف کرده است. کجا دا زدیم؟ اینجا دا زدیم ها. اینجا یک دونگی یک دا زدم شد گرم از کارت شکاف شد. اینجا چیل داره اینه همش تاکیم با همین برنامه آخر میرسیم. اجورای پلنگ شوگانی قپیدیم اومدیم من اینجا گرنبه زدیم. خیرس در گوش یحیی چی گفته بود؟ همراه از رو نپرسونش. من لحظه های بسیار خاطرمان لحظه هایی که من یک لحظه کارتر شکاف شد. من با سرال شکای سعیدبک همون شفاعت میکنه. همون شفاعت میکنه. گلشور سعیدبک شفاعت میکنه. سعیدبک کارتر شفاعت میکنه. بزرگان ملت گفتن دهان رو با سخنهای بد و گزد رو با گزی ویران بلکه گزد رو شما نه بچه شما نه بیزا مونده این خاص فرهنگ ناحیه سنگبار اینه که طویل داره